سوال دیگر: دانه هایی که در روی میبراید آنها را کنی طهارت میشکند؟ یعنی دانچه که در رومون هست اگر به شرطی که خون ببراید یا اگر چرک ببراید یا زردا ببراید میشکند، اگر نبراید هیچ نمیشکند. بابا جان پدر و مادر بیبی مریم کی بود و حضرت عیسی اویلدار بودن یا نه و بیبی مریم چی خیل مرد؟ همش رو میفهموندین. انا پدری حضرت مریم برادرای عزیز در سوره تحریم آیت 12 هم میگذره، یعنی در 3 جای قرآن سوره بگیم که نام عمران میگذره. پدرش حضرت عمران بودن، مادری بگیم حضرت مریم حنته بنت فاقوزا. حنته بنت فاقوزا این مادرش بود. برادر عزیز و گرامی، وفات مریم میگه حضرت عیسی 5 ساله شده بود که حضرت مریم از دنیا گذشتن. یعنی عمر حضرت مریم میگه در همون زمان ها 35 ساله بود. یعنی 35 ساله بود که از دنیا گذشتن و قبرشون در دمشق، یعنی در بگیم امروز شام میگیم یا سوریه میگیم، قبرشون در همون جا هست. حضرت عیسی را برادر عزیز زنداریش نه آمده است، فرزنداریش نه آمده است، بلکه من در همون نشانه های قیامت که یک موضوع خاص داشتم، اگر هم را شما بیاوین از طریق همین شبکه آمده، بعدا همچون امت پیامبرمون زن میگیرد، فرزنددار میشود و بعد دنیا را پدرود میگه. بابای حاجی، شخصی که با قرض ماشین میگیرد ولی پول ندارد، آیا اون از ماشین زکات میته؟ نه، نمیتیم. ما اگر وقت قرضدار باشیم زکات نمیتیم. ماشین وقتی با قرض بگیرد آدم قرضدار زکات نمیته برادر عزیز. اگر به شرطی که یک کاری که مثال من $10,000 دارم لیکن 5,000ش قرضه، 5,000 دیگه شاید خدمت ای حالت نمیتو، زیرا که از $2,000 کسی داشته باشد 1 سال بالا همی $10,000 بگذارد زکات شمیته. بابا جان فرزنددار نمیشود. دکترها گفتن که ارگانیزمتون با هم یک است. ما میتونیم که از یتیم خانه یا یگان نفر نزدیک ما فرزند بگیریم. میتونین شما فرزند بگیرین، لیکن فرزند نسبش باید معلوم کنین. یعنی از پدر و مادرش او را مقصد خیلی بگیم پنهان نکنین. نام پدر و نام مادرش باید بدونن. پدر و مادرایی که فرزند میتن باید ای حال فرزندشون دویم خبر بگیرن، زیرا که در بگیم تربیه او و در نگاه و بین او پدر و مادر مسئولند. اسم محمد سدیس چی معنا دارد؟ ما میتونیم که فرزندان را این چونین نام گذاریم. سدیس برادرها به معنای ششم میاد. برای همین نه قدر ضرور است. او سدیس را که شما اگر به شرط گویین که مثال همان امام مکه هست، او کس عبدالرحمن نام دارن، سدیس نام ندارن. برای همین سدیس به معنای رقم 6 یا ششم میشود سدیس. بابا جان نماز تهجد را طرز خواندن شد و نیت با ما میفهموندیم. نماز تهجد برادرای عزیز و گرامی، نماز تهجد چگونه خوانده می شود و چند رکعت است؟ در اینجا من یک چند چیزی برای همین نماز تهجد به شما بگم. برادرای عزیز و گرامی، حدیثی داریم که حضرت عایشه مادرمان، حدیثی هم بخاری است هم مسلم، میگه کان نبی صلی الله علیه و سلم یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماه فقلت له لما تصنع هذا یا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر قال افلا اكون عبدا شکورا. پیامبرمون برادرای عزیز و گرامی، مادرمون
عایشه فرمود که از نماز شب پیامبر گپ زدن. گفتن حضرت شب میخیستند برای نماز تهجد، آنقدر نماز مقصد زیبا و دراز میخواندن که تتفتر قدما، میگه همین پاهاش میگد رنگ پایهای مثال بگیم چی بگیم، یعنی بعضی محدثین میگه زانوهاش میگه رنگ زانوهای شتر شده بود. ببینین از نماز زیاده، از سجده زیاده پایها میگه ورم کردگی بود. عایشه مادرم که غمخوار پیامبر بود میگه گفتمش که حضرت خداوند آخی این قدر به تو مهربانی که آخی یعنی تمام کمبود و خطایت را همش بخشیدگی ای، این قدر زحمت برای چی ای؟ گفتن افلا اکون عبدا شکورا. عایشه گفتن آیا از زمره بندگان شکرگزار نباشم؟ یعنی من میدانم که الله مهربان همه مهربانی را در من کردگی ای و مرا اول و آخر لغزش‌ها و خطاام همه بخشیدگی ای، لیکن برای شکرگزاری الله مهربان نماز میخوانم. برادر یارا گوش کنید. دیگر حدیث حضرت علی میگه، حدیث بخاری و مسلم، ان النبی صلی الله علیه و سلم ترکه و فاطمه لیلا فقال الا تصلیان. حضرت علی میگه الله مهربان میگه چی یک خسوری خوبم داده بود، یعنی رسول اکرم میگه با فاطمه شب خواب بودیم، درمانم میامد تق تق میکرد، میگو بخیزی نماز تهجد تا نخوانید. برادرای عزیز کار خیلی کار جدی ای، کار خیلی کار مهم ای و بسیار در این ثوابها و اجرهای بزرگی که هست. برای همین میامد درک دخترش تق تق میکرد، میگو علی و فاطمه خیزین نمازهای تهجد خوانید. باز حدیث دیگر حضرت ابی هریره روایت میکنه، حدیث بخاری و مسلم. قال میگه یعقد شیطان علی قافیت رأس احدکم. برادران من عبارهاش نخوانم. میگه پیامبر من گفت که وقتی که شب شما سرتون را میمونین خواب میکنین، شیطان گفت در همه پشت گردن شما 3 گره میزنه. 3 گره. خب 3 گره میزنه. اگه کیفیتی را الله میدونه، گره اینه که خیلی که مثال بگیرد همو پوست گردن ما تو را گره بزند، او را کیفیت الله میدونه. گفت 3 گره میزند و وقتی که همو گردن ما را یا پشت ما را گره میزند، بعد میگه شیطان چیمون میگه علیک، میگه لیل طویل فرقد. میگه شیطان چی میگه؟ میگه شب درازه ای فلانی، خواب کن جانت راحت کنه. بعد پیامبرمون میگه که هر گاهی که میگه شما، من معناش خونم، هر گاهی که شما میگه ساعت مقصد حاضر کنه، ساعتای اگر گویم یگان 6:20 6:25 اگر بامداد در آیه، یعنی تا ساعتی بگیم اینا 5:30 تا ساعتی 6 اینا اگر ما تهجد خوانیم، اکو وقتی که من ساعتی 4 میخیزم یا 5 میخیزم به خاطر نماز تهجد، امی جام خیستم و بسم الله الرحمن الرحیم گفتم یا الله را سپاسگزاری کردم، مثل که خیلی که در ابتدای خواب کردنم بسمیک اللهم اموت و احیا، پروردگارا به نام تو خواب میکنم و به نام تو، ببین به نام تو بسمیک اللهم اموت و احیا، به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشم. یعنی خواب کردن خچمی نوع مردن. وقتی که بیدار شدم باید چی بگم؟ الحمدلله الذی، الله مهربان است سپاسگزاری میکنم که احیانا بعد ما اماتنا، زندم کرد بعد آنی که مرده بودم. یعنی وقتی که خستم این کلمات گفتم، بسم الله الرحمن الرحیم گفتم، میگه یک گره از همون گره های شیطان که شده شد. بعد از آن میگه
وقتی خستی فاین توضع، خستی و طهارت کردی، میگه دویم گرهش شده شید. خستی و نماز تهجد خوندی، سه گره میگه همون گره هایی را که شیطان کرده بود همش میگه کشاده میشود. بعد میگه فاصبح نشیطا طیب نفس، میگه سحری میخیزی بسیار با یک وقتی خوشی، بسیار با یک طبیعتی میگه نیک قطعی. اگر به شرطی میگه نماز تهجد نخوانی، همون گره های شیطان نکشای، اگر میگه سحر میخیزی بسیار ناراحت، بسیار آدمی مانده شده، بسیار تنبل. بین میگه انامین میگه از حساب آن است که همون گره ها یا نخواندن نماز شبه. ایرا پیامبر گفتن. حدیثی دیگر گفتن، حضرت عبدالله ابن سلام میارد، پیامبرمون امام ترمذی اسناد حدیث صحیح میگه و یا ایها الناس، ای مردم، افشوا السلام، با یکدیگر السلام علیکم و رحمت الله بگین. و اطعموا الطعام، اگر پولدار و مالدارین مردم طعام بتین. و صلوا باللیل و الناس نیام، نماز تهجداتون بخوانید، نماز شب. تدخلوا الجنة بالسلام، داخل شین جنت پروردگار را. یعنی وقتی شما سلامتون افشا کردین، السلام علیکم و رحمت الله، وقتی از مالهامون مقصد احسان خیر کردیم، نماز شب خواندیم، پیامبر گفت داخل شوین جنت را. حدیثی دیگر برادر عزیز اینجا آمده است، حضرت عبدالله ابن عمر میاره حدیثی بخاری است، میگه صلات اللیل مثنى مثنى، یعنی نماز شب برادر عزیز، نماز تهجد میگه دو رکعت ای. اینجا دا باز ما دیدیم برادر عزیز که حدیثی داریم، حضرت عبدالله ابن قیس میگه از عایشه مادرمون از نماز شب پیغمبر پرسیدم. یعنی ایرا حضرت ابو داوود هم اسناد صحیح قطعی آورده است، امام احمد هم آورده است. میگه پیامبرمون حضرت عایشه گفته است هیچ شب از کمترین نمازش 7 رکعت بود، زیادترینش با روایت عبدالله ابن عباس قطعی 15 رکعت بود. یعنی 7 رکعتش 4 رکعت میخوان 3 تا ویتر، یا 6 رکعت میخوان 3 تا ویتر، 8 رکعت میخوان 3 تا ویتر، 6 بار 2 تا میخوان. این حدیثی کی است؟ 2 تا خواندن 12 رکعت، حدیث امام مسلم ای رقم 763 ده. میگد که بین فصل رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین گفته خیلی 6 بار 2 تا میخوان. بعد از آن میگه چیکار میکرد؟ بعد از آن میگه 3 رکعت ویتر دیگر از پشتش زم میکرد، میشید 15 رکعت. برای همین شما میتونید که کمترینش 7، زیادترینش 15 رکعت نماز تهجد بخونید. نمازهای تهجد از همین پشتی نماز خفتن برادرای عزیز میتونید که از همین پشتی نماز خفتنتون شما میتونید تهجد بخونید، خواب کنید. لیکن اگر از قسم آخری شب بخونید، اگه با نور بالای نور میشود. مقصد حاضر آخری شب این ساعتهای مثال 4 ساعتهای 5 یا قسم آخری شب، اگر شما خوانین مثال 4 رکعت فرض خفتن تا بخون، 2 رکعت سنت خفتن تا بخون، خواب که پیامبر اول شب خواب میکرد، آخری شب میخیست. یعنی ساعتهای دراز می نشینین، بعد قسم آخری شب خسته نمیتونین بخیزین. مقصد از 7 رکعت سرکردگی مثال میتونی 2 رکعت بخونی، میتونی 4 رکعت بخونی، 2 رکعت هم میتونی بخونی، 4 رکعت هم میتونی بخونی و اخیرش تا ویتر تا بخونی. یعنی 3 رکعت نماز ویتر تا، چخیلی که پیامبرمون در حدیث های صحیح اومده است که 3 رکعت نماز ویتر دائم سوره انا سبح اسم ربک الاعلی را در یکم رکعت میخوان، در دیمش قل یا ایها الکافرون میخوان، در سیمش قل هو الله احد میخوان. برای همین شما آخر با همین 3 رکعت مقصد جمع کنین.
агар мабодои то бомдода ягон вақта ки боша хобам ки кунен залал надорад. баъд бомдода мехонен, мисол мехезен мехонен бо ба вақти бомдод. лекин агар ба ҳамта пайвастш кунен ба бомдоду бо баъди бомдод зикрҳои саҳартона кунену хоб бо агар ба шарте ки мисол хезен бо намози зуҳо хонен, намози сари офтоб мегем, баъд хоб кунен бо нур болои нур мешав. ана мин аст бародарои азиз, нияти намози таҳаҷҷуд ҳамун ният кардан бигзорам 2 ракат намози шаб. агар ба забонам ки нагӯй, модоми ту барои намози шаб ки хистай аллоҳу акбарам ки бугӯй, ҳамун дилда ки ният кардай иншоаллоҳ қабулай. суннати намози бомдодро хони то фарз тасбеҳ гӯӣ нохост хобат барад, аз нав таҳорат мекунӣ. бале, ҳар касе ки агар мақсад хобат бурд, хоб таҳората мешкана. фақат мақсад ба шарте ки қазои ҳоҷат нарен, ниёзи ба ҳоҷатхона набоша, метонен ки ғайри истинҷо, яъне ҳамон байни потона нашӯену дигар ҳамаи азӯҳотона бушӯен. вақте мо таҳорати даст рӯ мегем, пойҳо ҳам дохил мешавад, яъне пойҳотонам бояд бушӯен. яъне таҳорати даст рӯ кунен, намози бомдода хонен мешавад.